افغانستان در هر جای که هستن با انتخاب یک فرد دیده هر آنچه در اختیار خود دارن و کسایی که از اینا حمایت میکنه اینا به هدفشان تا به حال نرسیده و در آینده هم نمیرسه و هر کسی که می باعث رهبر گروه طالبان اینا بفهمه که با 30 میلیون افغان روبرو است و در افغانستان هیچ کسی اینا رو نمیخواد. اصلا آینده نداره در افغانستان طالبان. What? Bro, what are you talking about, man? آینده نداره در افغانستان طالبان. سیده بیخی سیده هیچ خلقم نستگیره ونیم دیگه یه رفت دیر دوز خلقم است در دنیا